وای ببین چی قسم خیز زد. ببین باز خیز میزنم. میفهمی این مستند کم از کم 50 دفعه سایل کردیم، هر لحظه شم میفهمم. ببین حالا دیگه اش میایم، ایش بسیار کلکت است. کل زرد. ببین حالا چی میشه؟ مادرش قار میسازه. ببین که چی میشه. خوب سعی کن. ببین چقدر یک شب خوب بود. خوب بود نه؟ یعنی کدام مشکل خود پیش نامد؟ نه جانم، مشکل چی؟ معلومات سقایی است نه؟ بله میلوش. دخترم علینا چی میگفت؟ دختر بیچاره چی بگویه بیازو غمگین است. خب چرا غمگین است؟ دختر ما سانخونه سو بیچاره از دم مرگ برگشته، هنوزم خوب نشده. دیگه هر کس به او توجه میکنه، از خاطر خسته شده. بله همین قسم است. دختر بیچاره. البته جانم، دیگه چی بوده میتونه ها؟ کدام گپ شده؟ نه دخترم گپ نیست. نه خواهر جان چی شده ها؟ آهای السلام آمد. خوش آمدی جانم. خوش آمدی. صبح بخیر. تو خوب هستی دخترم؟ شاوسایی خو نشدم. مهمانی چطور تیر شد؟ خوب تیر شد. از ما بسیار مهمان نوازی کردن. او خانواده بدبخت چی قسم رفتار کردن؟ خنده نکو همین قسم نه. صدا او خانواده مثل فیلم‌های امریکایی سراسر اکوشی تقلبی و کاذب وجود داره. هر کس گویا که پر از محبت و عشق باشه. خلاصه در دنیای اونا فقط دروغ و فریب است و در این زندگی فقط من اونا رو میشناسم جانم. لالا میخوایم از تو یک چیز را پرسان کن. پیش از اینکه شما عروسی کنین، کنان و اصل با هم یک جای زندگی میکردن؟ چی میکردن؟ خب اگر زندگی هم میکردن چی فرق میکنه؟ ببین اصل مرا دید، عاشق سر تا پای من شد، از کنان جدا شد و همراه من عروسی کرد. مرا دوست داشت. کنانم با حسادت شروع کرد، نتونست تحمل کنه، نتونست هضمش کنه. برم دامان. مصیبت خدا مایگیر لعنتی. یک بار قوارت ببین، یک بار پیش آینه استاد شو خدا ببین، باز مرا ببین. او دختر چی کنه؟ بیاز انتخاب خدا کردن. قرار نیست آخر ما در کثافت دنی زندگی کنه. یعنی عشق اونا واقعی نبود؟ اگه عشقشون واقعی می بود اصلا همراه من عروسی نمیکرد. علی ناجان صبح خیر. نوشه جان. صبح خیر عشقه. صبح خیر مایگیر. از تو یک چیز رو پرسان میکردم. ماهی ما خلاص شده. میشه بگویی در بازار کیلوی چنده است؟ چرا دلت شده؟ عزیزم امروز باید ماهی نشوی. اگه آماده استی میریم. تو صبحانه نمیخوری؟ هنوز وقت داری؟ نه ما در کشتی صبحانه خوردیم. بریم. درست است. امی دقیقه آماده میشم. بله 3 میلیون لیره مهریه، 3 میلیون نفقه و جمع یک باب خانه و یک اراده بود.
یک دقیقه کلن 6 میلیون لیره. دفنه تو دیوانه شدی؟ پیش از اینکه مرا فریب بتی باید ای باره فکر میکردی سینا. جانم این عروسی به خاطر که من تو رو فریب دادم ختم نمیشه. بیا زو وقت ختم شده او بود. قسم نگو شوهر جانم، ما همیشه تو را دوست داشتیم. اگه مرا فریب نمیدادی همراهت یک عمر سپری میکردم. آه دفنه جان، بیبی که سر خود چی روزه آوردی؟ پشت این گپا نگرد، به یک شکل مناسب به تفاهم میرسی. پیشنهاد معقول و مناسب من همی از سینان. تو نباید زنه که دوستت داشت رها میکردی و میرفتی. حالا دیگه باید بریم. اوی آمدم. آی ملکه کجاستی؟ حالا بریم دختر. آمدم باید عجله کنیم. اما اول مسئله پیرانه حل میکنیم. حالا درست است. اولویت خواهد عروس است. خدا را شکر خوب استی، ولی گپای دکتر یادت نره. درست است. بعد از این خدا خسته نمیسازی و متوجه خوردن و نوشیدن تا میباشی. گفتم درست است. میخوایی تفریح کنیم و یک جایی بریم؟ میخوایم یک کمی تنها باشم و کمی فکر کنم. درست از جانم، هر قسمه که خواسته باشی باز بعداً میریم. سیز وقتی که دلم شد برات میگم. دفنه رسما دیوانه شده. قسم یک مبلغ نیست. پیسه هست اما پیشتون است احمق. برش روی دادی، آمد و سر شانه‌های ما سوار شد، نتونستی او را کنترل کنی. ببین سر ما چی بلایی آمده. ما از کجا میفهمیدم که قسم میشه اورال؟ سینان تو دای زندگی چی را میفهمی؟ حتی به خاطر عروسی کردن یک زن صحیح و مناسب پیدا نمیکنی. یک بار اصله ببی، یک بار زن خود ببی. دختر حتی زیوراتی که در عروسی پوشیده بود الا کرد، ولی زن تو دنبال چیزی است که حقش نیست. بیال پورکا آقا می قسم سایل کده برو. پشیمانی دیگه چی فایده ای داره؟ هر چیز از خود یک بدیل داره. استاد شو دختر، چی گپ است؟ از برکتت کارای طلاق ما به ای پیشرفته روان است. سینان مجبور است که خواسته های مرا تک تک پوره کنه. ما زندگی خود به حیث یک زن ثروتمند ادامه خود دادم و تو مجبور استی با عشق سینان زندگی کنی و خود تغذیه کنی. فهمیدی؟ چی شد؟ چرتت خراب شد؟ پلانای دیگه به درد نمیخورن نه؟ تو خود بسیار هوشیار فکر میکردی، اما ثروتی که تو ده آرزویش هستی نیمه به من میته. راستی زکات مال خدا با تو بودم به خاطر که مستحقش هستی. پشتی کفته روی سرک چقدر دق شده بوده؟ مرام بسیار خوشم میآید. هفته یک بار خو حتما میآیم. بعد از این وقتی که میامدی مرام کتیم. چرا نه رفیق؟ حتما. گوش کو بهادر که برای چی میگم. درباره پدر و مادرت پرسان نکردم. چطور هستن؟ خوب است. حالا که پیر شدن خوب در دل هم دیگه شیرین شدن. ما فکر میکردم هر قدر که زندگی مشترک پیش میره انسان از زندگی خسته میشه، اما اونا او قسم نیستن. با پیر شدن دیگه هم وابسته شده. میفهمینه؟ هیچ از هم جدا نمیشه. والا ماشاءالله چقدر خوب. خیلی به هم دیگه آدمای مناسبه بودن. واقعا همی قسم است. گرچه در این زمانه پیدا کردن آدم مناسب سخت است. چرا تو میگی؟ یعنی چی؟ تو فکر میکنی در این زمانه آدم مناسب پیدا میشه؟ بله، اگر جانب مقابلت آدم درست باشه و تو واقعا او را دوست داشته باشی چرا نه؟ نمیفهمم کنون. بعد از یک مدت عشق ختم میشه. هر کس میخواه آزاد باشه. کم از کم زندگی مشترک دوستایی که در چهار طرف مسمی قسم است. از اینکه دوستای چهار طرف تو هستن به این معنی نیست که کلگی تو باشن. من برات یک چیز بگویم، تو به زودی عشق واقعی را تجربه میکنی.
قلبت میگه؟ قلبم نمیگه. کل چیز یک حالت ما قبل از خود داره و من ایره میبینم. تو آماده باش. خب انشالله. انشالله. من حامله شدم میتونم. خانم الینا، از لحاظ بیولوژیکی به خاطر حمل گرفتنتان کدام مانعی وجود نداره، ولی در گزارش سیتون آمده که یک مریضی مزمن دارین و در گذشته نزدیک مشکلات بسیار جدی را سپری کردین. بله من مریض بودم اما حال خوب هستم، دگام خوب میشم. خانم الینا، میفهمین که به خاطر مریضیتان باید یک سلسله دوا را بگیرین و متاسفانه این دواهایی نیست که به یک مدت معین قطع شوه و دوباره تکرار شوه. در دوران حاملگی عوارض جانبی دوا به طفل ضرر جدی میرسانه، پس باید زیاد متوجه باشین. چطور یعنی؟ میگین من مادر شدن نمیتونم؟ در طب بنامه ناممکن کدام چیز نیست خانم الینا. ببینید، در عجله نکردن فایده است. شما هنوز بسیار جوان هستین. یک بار مریضیتون کاملا خوب شوه باز دوباره گپ میزنیم. درست است، بسیار تشکر. ما گفتم که هیچ ضرورت نیست، اما شلت شدن که میایه. ما هم چیز گفتن نتونستم. سعیس بیادر بیا زو دختر بیچاره شاید به خاطر تشکری بیایه. بفرمایید بیاین. خوش آمدین. خوش باشین. خوش آمدین. استغفرالله دختره. بفرمایین. چرا قدر زحمت کشیدین؟ خوش آمدین. خوش باشین. بفرمایین بشینین. بله. نمیفهمم که ازتان چه قسم تشکر کنم. زندگی بیادرزاده من نجات دادن. زنده باشه. با جای ما هر کسی که می بود همو کار میکرد. ایتو نگوین هر کسی کار نمیکنه. شما به خاطر من زندگیتان به خطر انداختین. تا آخر عمرم فراموش نمیکنم. قانون و قسم است. در هر جای هر کسی که کمک ضرورت داشته باشه به کمکش میرسه. بچه بسیار خوب است. خداوند از شما راضی باشه. در این زمانه معرفی شدن با شما و یادم نصیب مام شد. 1000 بار شکر. استغفرالله. باورم نمیشه. باور کن. سینان چطور دوست دختر داشته میتونه؟ او خود تو را بسیار دوست داشت. همه قسم بود اما حال گذشت. یک بار او دختره که بجای من انتخاب کرده را ببینی هیچ باورت نمیشه. یک بی‌سویه احمق است. نه دیگه سینان واره یک آدم بعد از تو ها؟ خود دیگه انتخاب آدمای به عقل عموما همه قسم می باشه. خانمای خدا به خاطر زنای خیلی فریب میتن. دیگه فکر نکنم که خدا پیش او آرام احساس کنه. به هر صورت جانم من خوش هستم که نجات پیدا کردیم. دیگه شباید آقا سینانه که میخواد جدا شوه فکر کنه. ما دیگه راحت شدم. کی میفهمه شاید دوباره یک جای شویم. امکان نداره. بیا زو یک دفعه پول نفقه و ضمانت بپردازم. من مثل شادوختا زندگی خواد کردم. بعد از او اصلا در قصه شوهر نیستم. دلت جمع. بازم بیاین دختره. خوش شدم. یک روز در کشتی ها منتظرتان می باشم. بیایم انشالله. میبخشن میشه بگن که یا خاکی است؟ فکر میکنم آشناست. اورال دیمیر غلو است از شریکوی شرکت. موفق باشین. روز خوش. زنده باشین. خداحافظ. برم دختره. خداحافظ. مادر کاشکی امیاله پیشم میبودی. سر مدشانت میماندم و همراه درد دل میکدم. پشتت بسیار دق شده. حالا کی رای درسته به من نشان میده؟ کی بره میگه که من چی کنم؟ و با وجودی که نمیفهمم چی درست است و چی غلط. کی در این وضعیت به من کمک خواهد کرد؟ چی شده کاکا؟ از وقتی که برآمدیم فقط که گنگه شده باشی هیچ چیزی نمیگی. به چی فکر میکنی؟ چیزی نیست دخترم. چی باشه؟ به خاطر کسی است که در وقت برآمدن دیدیم اما تو نیست. با دیدن او رنگت کاملا پرید. تو هم بخی سارنوال شدی.
اشتباه میگم؟ تو از کجا و شخص میشناسی؟ از شریکای شرکت است. گوش کو، درباره بدیا هیچ گپ شروع نکو. در جایش خوب است، قصهش نباش. اما کاکا با این گپا مرا دگان به تشویش مندازی. توضیح بده چی شده؟ دختر ما 1-2 سال پیش در چشمه در خانه آقا فکریشان پیراداری میکرد. بله ها. این شخص در پالوی ما میششت. یک زن مقبول و خنده روی داشت. خب از این که برای ما آشنا معلوم شد پرسان کردم. درام یادم آمد که کی بوده. فقط همین. فقط همین گپ بود؟ اما فکر میکنم به ما همه چیزو نگفتی. دخترم گپایت بخی سارن والا واریس. اما ای پیران واقعا برات بسیار خوب میگه. آیی والا ما بسیار خوش کردیمش. خب یخنش کم زیاد بسته نیست؟ دخترم این یک نکای ساده در بین خانواده است. ضرور نیست که او قسم لوچ و لق بگرده. او قسم نیست خاله جان. استایل روزم بسیار مهم است. مثلا من بسیار مراد میکنم. از میلوشم بته دخترم. بفرما. آی با مام گرفتین؟ آی من شما را میخورم. آی نه آی. خوشت نامد چطور؟ نه خوشم آمد. میگم دیجیش یک کم تغییر بیارم ها. چی گفتین؟ ما براتون چی گفته بودم؟ این قسم یاد کرده که باید لوچ باشه. هر چیزی که خواستی اما تو کن میلوش. در یک دقیقه ای را با خود مناسب میسازم. آی زیاد تشکر. ای توبه یه اصلاح نمیشه. بسیار خوش شدم که به غذا خوردن آمدیم. قبلا نام گفته بودم تا که او را ندیدیم کدام مشکل نیست. تشویش نکن، وقت میایم، کمی کار دارم. اورال هر وقت که مرا ببینه شدیدا ناراحت میشه و قار میکنه. من نمیخوایم که تو شاهد اون ناراحتی و قار باشی الینا. میفهمم. الینا تو را چی شده؟ چرا؟ یک رقم عجیب معلوم میشی. به خاطر چی چرتت خراب است؟ جانم از ما چیز را پنهان میکنی؟ نه بیبی اگه از خاطر نماندنم در اینجا ناراحت باشی قبلا برات گفتم. نه او گپ نیست. پس چی مشکل داری؟ مشخص است که کدام گپه شده. کنان ما در یک دوره سخت هستم. از اینکه همدیگر کاملا نمیشناسم درک میکنم که باید اقدر پرس و پال کنی، اما اقدر فشار آوردنت مرا واقعا خسته میسازم. درست است، ولی به خاطر که دوره سخت به خیر سپری کنی هر کاری از دستم بیایه انجام میدم. من متوجه تلاشایت هستم، اما یک کمه به فکر کردن ضرورت دارم. خب پدر جان تو هیجانی هستی؟ امکان داره که نباشم دخترم. بالاخره بزن رویاهایم میرسم. عزیز اینا مرا به هیچ کاره نمیمانه. اوه جانم ده همی روز عروسی تام کار کن. با یک روز کار نکو دیگه جانم. بیازو چانس دیگه هم ندارم. خب دخترم کل چیز آماده است. بجز از یکون کارای خورد و ریزه دیگه کارو خلاص است. اصل میلوش و امجانی یک گروه فوق‌العاده شدن. بجز از گفتگوهای کوچک امجان و میلوش دیگه کل چیز بسیار خوب پیش میره. اما نرگس و میلوش هنوزم جور نامدن. ها دیگه به نظرم هیچ وقتم نمیشه. او باز کجاست؟ اصل کجاست؟ بخیالم که خواه موندم. من میرم یاله بیدارش میکنم. منتظر اصل نباشین، او وقتتر برآمده. دی گل صبح کجا رفت؟ بعضی کارهای عروسی مانده، رفته که اونا را خلاص کنه و بعد از اون به کشتی بره و ببینه که کنان چی کده. ملکه میبینی
دخترمو چقدر کاریگر است. نمیخوره نمیخوابه، به خاطر عروسی آمادگی میگیره. دخترم چقدر خوش است ماشاءالله. خدا خیرت بده مینوش. نوشی جانتان. یکم اتیستر احتیاط کو که نشکنم. در پیش بکسا بانین یا پایینش کنین. حالا لالا کم اتیستر. حالا خسته نباشی. حسن وانده ای ساعت؟ چرا این ساعت چی شده؟ من به حیث میزبان محفل اومدم که سر کارم باشم و کلی چیز تحت کنترلم باشه. خوب است، خوش آمدی. اصل زن پرکار بازم در سر کارش. تو حتما تا صبح خو نشدی نه؟ یک لحظه هم چشمایم بسته نشد. بله اما تو رمز کافی است که برات کار باشه. غیر از تو کسی مرا صحیح نمیشناسه. دموتر بعضی لوازم است و اینو میگی که مرا کنم. مشکل نیست، خودم میارم. چی گپ شده؟ تا صبح بیدار بودی؟ دیشب کم زیاد نوشیده. آفرین. هنوز طلاق نگرفتی تجلیل میکنی. این قسمه است. به نظر من اگه ماتمگیری کنی برات خوبتر است، به خاطر که با پرداخت یک پول هنگفت جدا میشی. اورال بس است دیگه نمیخوایم بشنوام. دیگه به اندازه کافی خسته شدم. درست است؟ راستی تو به هیچ چیز فکر نکن، به خاطر که یک لالای کلان داری که کل چیز خوب میکنه. صبح بخیر جانم. بیا همراه سینان گپ میزدم. نمیخوایم دیگل صبح چرتم خراب شوه. خانم الینا چیزی را که گفته بودین تیار کردم. بسیار تشکر خانم نورا. کجا بخیر الینا؟ کنانه سورپرایز میکنم. وای راستی میگی؟ نیکو مویگیر دیگه گپا میفهمه الینا. مرا سل کن. آدم هر کسی را سورپرایز نمیکنه، کسی که لیاقتش داره را میکنه. فهمیدی؟ یک دفعه تو نشه اونجا بری و خودت سورپرایز شوی. روزتون خوش. کدام چیز دیگه میخوایی؟ نه. یک روز تنها ماندی وقت گپ دیجا رسیده. سینان او را بان محلش میکنم. او گرنگ است. ای چی از مدل در چی کارایی میکدم یادت هست کنم؟ گفتم که گرنگ است بانش. بلا بسیار به احتیاط شدی. باید هر وقت زیر نظر داشته باشمت. تو هم بیخی مرا نازدانه فکر کردی. در داخلش چیزای شکستنی است، احتیاط کن. درست است، احتیاط میکنم. راستی اینا هم بسیار گرنگ هستن. بیبی که برای چی را نشان میتون؟ حالا در فکرم آمد. بیبی کدامش صحیح است؟ از هر دویش استفاده میکنم. نمیشه، هر دویش نمیشه، یکیش انتخاب کن. لالا این در فکر خود چی گپایی که جور میکده. او هم درباره کنان واره یک آدم. کنان هیچ وقت به محبت ما خیانت نمیکنه.
وای استاد، والا هر چیز به فکرم می آمد، اما هیچ وقت داماد شدنت به فکرم نآمده بود. چی شده حافظ؟ داماد شدن به ما روادار نیستی؟ تو یک چیز امکان داره استاد. در این دنیا هیچ کس به اندازه تو لیاقت داماد شدن نداره. خیر ببینی، اما فکر میکنم به خاطر داماد شدن یک کم پیر شدیم. یه قسم نگو. تو همیشه نمیگه که عشق و محبت هیچ سن سالا نمیشناسه. خیریت است حافظ؟ تو هم از عشق و محبت گپ میزنی ها؟ گپ نیست استاد، همه تو گفتم دیگه. ولا با من خو عجیب معلوم میشه. مطابقش تو خودت فکر کو دیگه، نوبت تو هم میرسه. بخیر. هلا دیگه. اوی خاله، چند ساعت وقت مانده ها، من خوب بیخی دست باچه شدیم. سر تو چی گپ است دختر؟ کس نفهمه فکر میکنه عروسی تو است. آیو قسم نگو خاله جان، این محافل عروسی و شیرینیخوری جایی است که به دخترها بسیار مهم است. توبه، دختر یکم بشر. چی فرق میکنه خاله جانم؟ فقط که دروغ میگم. بعد از اینکه ملکه خواهر بله گفت باز نوبت ما میشه. شما؟ خب مثل ما مجردا دیگه. خوب میفهمم در دل تو چی گپ است، اما باشه. خوب میفهمم میخوای گله که عروس مندازه را بگیری ها؟ اصل دخترم تو کجاستی؟ همیاله کارا خلاص شد مادر جان، زود میایم. درسته زود بیا تا که تو آمدی با آمادگی رو شروع نمیکنی. بچه‌شم هر گپت قبول میشه دختر خوب. چی کنم؟ چانس دیگه ای ندارم، باز یک عالم گپ میزنی. همیاله پرواز کردم میایم. کنان ما پیش مادر میرم، شام میبینیم. درست است میبینیم. با کلشان سلام بگو. این سعیس حتما میکنم. خوش آمدی بهادر. خوش باشی بیادر. میبینم که اولین کارا گرفتی. مبارک باشه بیادر. زنده باشی. بیبی تو هم دعوت هستی، شام منتظرت هستم. کلش خانواده‌ام حساب میشن، بسیار خوشت میایم. نه خیر بیادر، شما را و زحمت نمیسازم. زحمت چی بچم؟ چت یاد نگو. ضمناً همراهشان معرفی میشی. تو که شلگی میکنی میایم. کنان دختری که چند لحظه پیش از اینجا برآمد کی است؟ اصلا میگی؟ او دختر آقا عزیز است، یعنی کسی که عروسیش است. در ضمن اصل صاحب رستوران هم است. بیا که داخل برات نشان بدم. مرسلکو برو بر ما 2 گیلاس قهوه بیار. تلفنمون وصل نمی‌کنی. سعیس احمق، تو میخوای چی کنی؟ میخوای تمام ثروت و دارایی ما رو به باد بتی؟ اورال تو چی میخوای؟ در کل روزنامه و مجله عکس‌هایت نشر شده. مشکل تو چی است؟ میخوای که دفنه جای نشستن ما رو بگیره؟ بیبی که امروز چی قسم آدم‌ها طرف شدیم؟ دفنه ابرو. اورال بس است سر فشار نیار. بزودی حلش میکنم، درست هست؟ البته که حلش میکنی. تا که تو حلش میکنی اموال ما با ضبط خاطر رسید. تنبل بیکاره. خانم مارینا شما خوب هستین؟ خوب هستم. چیزی میخواین که براتون بیارم؟ فقط میخوایم که تنها باشم خانم نورا. لطفاً مرا تنها بان.
آقا اورال خانم الینا آمد. چی شده؟ نیک الینا را چیزی شده؟ تشویش نکنین آقا، ساعتشان خوب است ولی یک کمی غمگین معلوم شد، مثل که از کدام چیز ناراحت شده باشه. ما گفتم که به شما خبر بدم. درست است، من میال خانم میایم، تو آمدن من متوجهش باشی. درست است آقا، تشویش نکنین. چرا تلفنت جواب نمیدی الینا؟ مادر، ما و کنان کل چیزا بسیار زیبا آماده کردیم. کاش که یک دفعه میدیدی. کنان زیاد کمکت زنده باشه. زنده باشه. اصل ما باید برات یک چیز بگویم. بگو مادر جان. دخترم، از کنان یک کمه دور باش لطفا. نه که بیش از حد همراهش صمیمی هستم. نه نیستی، منظورم او نبود. خیلی منظورت چی بود مادر؟ دخترم، میفهمم کنان چقدر دوست داری. ایران میفهمم که در حقتان به انصافی شده. کل چیزا درک میکنم، باور کن. اما دیگه کنان متأهل است. هر دویتان جوان هستین، میترسم کدام اشتباه نکنین دخترم. دایی با این هیچ اشتباهی نیست. سر ما باور کن مادر. دخترم، دستم ده این قسم یک روز چطوری تو فکر کردم میتونی؟ من نمیخواستم تو را جگرخون کنم دخترم، فقط نمیخوایم که باز کدام گپ شوه. مادر، من هیچ کار اشتباهی نمیکنم. اگر کدام گپم شوه دلت جمع باشه، من از خود دفاع میکنم، تشویش نکن. کنان، سپرایز. این گلا زیاد مقبول هستن. خوش شدم که خوشت آمد. از صبح تا حالا به خاطر عروسی عزیز بیادر مصروف بودم. بسیار مقبول شد. وقتی ببینی خوشت میآید. راستی تو تنها بودی؟ نه، اصلا بود. بیازو لوازم او آورد، یک جای آمادگی گرفتیم، کل چیزا جابجا کردیم. کم خسته شدیم ولی میارزه. آخر او میزبان محفل حساب میشه. از همین خاطر خواست که کل چیز از نزدیک ببینه و مشوره بده. الینا جان خوب هستی؟ کل چیز خوب است؟ بله، چی گپ شده؟ نورا زنگ زده بود، گفت که خدا خوب احساس نمی کنی. من به تشویش شدم. من خوب هستم، سرم فشار نیارن، فقط کمی خسته هستم. وای، میبینم که به صورت متقابل همدیگر را سورپرایز کردم. ایرین آفرین. باز چی شده؟ مرسلکو، ارزش خواهر من را بفهم ماهیگیر. دختر در گل صبح خست و به خاطر غافلگیر کردن تو به ساحل رفت. من گفتمش که اون ماهیگیر به این گپا نمیفهم، اما قبول نکرد. بالاخره نفهمیدی. بازم من حق به جانب برآمدم. او رو هم در سرش خب درست است. خود طرف ما بیبی شیرینی ها را گرفتی یا نه؟ گرفتی یا نه؟ مطمئن هستی؟ مطمئن هستم، کلش گرفتم. خب سیزان آمده. حالا زود شد دیگه. عجله کنین، اونا را باید گرفته بره. آی خوش آمدین. خوش آمدین. چطور میتونم کمکتان کنم؟ خوش باشین. به بردن غذا آمده. کل چیز آماده است. حافظ، کی اینا را در اوجا جا بجا میکنه؟ ما؟ شما اصلا نمیشه. چرا؟ خب باید یک زن اونا را جا بجا کنه. در ضمن شما باید قسم چیزا فرق نمیکنه، ما یک کار میکنیم، تو تشویش نکن. نمیشه، ما باید همراه شما برم. درست است، حالا بیا. احتیاط کنین بچه ها، هایسته. او چی میکنه؟ نمیفهمم ماما، گفت همراه شما میرم. حالا چرا میره؟ هنوز خب بسیار وقت است. چی بفهمم دیگه، اون خب میره. خب پس ما میرم. درست است، بخیر برین.
خسته نباشی اما. شما هم خسته نباشی. زنده باشی. نه زیز چشمایش بیبی از خوشی برق میزنه. آی خود دیگه جوانی همه قسمه است. صبح تو واقعا به ساحل آمده بودی؟ من میخواستم تا ساحل برم اما خب چرا پیشم نامدی؟ چیز هست درا که می آمدم خود خوب احساس نکردم، مجبور شدم که پس خانم. چرا به من زنگ نزدی؟ نخواستم دو گل صحبت تشویش بسازمت. علینا جانه تو یک چیز امکان داره دی قسم حالتا اول باید به من زنگ بزنی. درست است دیگه ای کارو نمیکنم. اگه سرت کدام بلایی میامد خدایی نخواسته کدام حادثه میکردی چی؟ بیازو از خانه زیاد دور نشده بودم، فوراً آمدم و خواب شدم. آی مثل که کم زیاد شده. مادر امروز که زیاد نشه خیلی چی وقت شوه فوق العاده ملوم میشی. چی بفهمم؟ اگه عزیز خوش نکنه چی؟ کاملا مثل پری شدی. دستم تو هر کاری که کنی پدرم خوش میکنه. یک کم سرخی سفیده را کم کنه. نمیشه همه قسم مقبول ملوم میشی. آی درست است، هر چیزی که تو بگویی قبول است. من پیش پدرم میرم، هیچ چیز تغییر نده. درست است؟ درست است. اما بیا مادر ما بیبی. آی ملکه دخترم چقدر مقبول شدی. چی شده خانم ملکه؟ تو خوش نمیکنی؟ خوش نمیکن. خوش خو کردیم اما تو صبر کو خانم نرگس، شما چقدر مقبول شدین، بسیار زیاد. خب دیگه همه جان بیا نوبت دوست. آی درست است اما زیاده روی نکنیم. درست است بیا. میلوش کجاست؟ میلوش او در پایین است. چی گپ شده؟ دختر در رستورانت مرا تنها ماند، رفت همراه حافظ کمک کنه. آی دیگه چی گپ است؟ همه جان به خاطر کمک رفته. میفهمم چه قسم کمک میکنه. حالا چی میکرد؟ در پایین خود آماده میسازه. کاش که یک بار ببینین، با رنگای مختلف خود یک نمونه ساخته به خدا. او دختر رنگا را زیاد دوست داره، چی کنه بیچاره. سعی سمی جبانش لطفاً امو غذارم ببینین. سلام. ها خوش آمدی. میبینم که وقتر آمدی. دلت طاقت نکرد نه؟ تا که پیش از پیش نیایی و با چشمای خودت همه چیز نبینی آرام نمیشی. چی کنم کنان؟ همین خویم است دیگه، هر چی کنم از بین نمیره. خوب کردی. بیبی کابین دیجی اونجا جابجا کردیم تا با سیستم برقم نزدیک باشه. عالی است. کارای آشپزخانه‌ام خلاصه، سرویسا آماده است، نوشابه‌ام به اخچال است. قماندان صاحب تو یک سرباز فوق العاده است، زنده باشی. راستی مامور نکام ساعت 8 باید در اینجا می باشه، تشویش نکن. یک روز دگان با هم هستیم. بله خوشبختانه که امروز عزیزای ما عروسی میکنن. یک عروسی پر از خوشحالی است. ما سالها خیال پردازی کردیم، چی میخواستیم و چی شد. حتی خیالاش زیبا بوده، قسمت نبود دیگه. بیادر یک دفعه آمده میتونی؟ زود پس میایم. یا آقا دیجی ماست. برام غذا را ببینم. اوه چقدر مقبول شدی. کجا بخیر؟ کاکا عزیزشان امشب عروسی میکنن. وای خدا، گرگ پیر بالاخره عروسی میکنه؟ باز لعنتی شریک ما ماست. در پیش روی مردم خوب فلسفه میگن، اما ما را در عروسی خود دعوت نمیکنن. در بین خودشان، اما تو یک محفل خرد گرفتن، از او خاطر کسی را دعوت نکردن. هیچ ما را دعوت نکنن. بیاز از عزیز بدبخت توقع قدر انسانیت نداره. تو را که میرسونم؟ مرا راننده میرسونه. راننده؟ تو را راننده میرسونه؟ اوه چقدر خوب. کنان چی میکنه؟ این لعنتی چی قسم آدم است؟ عزیز توپراک بهش او ارزشمند است یا تو؟ لالایی فقط یک دعوت نیست، اولین کار است که کنان گرفته. او هم در محل کارش نمیشه او را رها کنه. چاره نیست. تو باید در زندگی او مهمترین کس باشی. علی نفهمیدی؟ اما میبینم که پیش از تو با او دگرها هستن.
بیاز کم پسانتر میفهمی که میخوایم چی بگویم، اما او وقت گپ از گپ تیر شده. لالا بسیار وقت میشه که این قسم مانادار گپ میزنی و کوشش میکنی فکر ما مغشوش کنی، اما بس است دیگه. علینا جان اینجا بیا. شادختم، من به خاطر که به خوبی تو فکر میکنم این قسم گپ میزنم. تو لایق بهترینا هستی، چرا نمیفهمی؟ درست است، قول میتونم دفعه دیگه دارم باز نمیکنم. علینا جان با تو اوقات خوش میخوایم، اما احتیاط کن، خود خسته نزوزی. هیچ فکر نمیکنه که یه گفتهایت علینا را جگرخون میسازه او را؟ سینان، در این زندگی تو آخرین کسی هستی که میتونی به من چیزی رو یاد بدی. از او خاطر چپ باش. دخترم باید عجله کنیم، ناوقت شده دیگه. نه خیر، باید قاسانی باز نمیکنم. نیلوش، مردم منتظر است، ناوقت میشه دخترم بعد است، ولی از خدا دروازه رو باز کو. رسم و رواج باید عملی شه و لالا عزیز، فهمیدی؟ چیره؟ کسی که میخواه عروس زیبای ما را ببینه باید یک کمه بله. ای شوخک ای میلوش، بگی دیگه. دفعه سیتان برکت لالا جان. خب آماده هستین؟ بله بله بفرمایین. تا تا تا. این فرشتیم هست. برین. ماشالله ماشالله. خاله ای رو به ما بده. تو استغفرالله، تو به 1000 بار شد. متوجه کل چیز است. همیشه چشماش متوجه تان است. ما چی وقت ما شده بودیم؟ بعد از یام سخت است که ما شویم. بهتر است که امیاله جدا شویم. باید یک چیزی را اعتراف کنم. ما اینجا فقط به خاطر دیدن تو آمدیم است.